السلام علیکم یار دوستان محترم هواداری کانال ما. برای شما مرغ یکمش است که امروز 6 ینوری 2023 روبل روسی برابر است به 141 سوم 50 درم. حاضر باشد برای شما از نرخ نوای ایندیکو و مرغ نوار میکنیم دوستو. کیسی هم خالی صرفون داشت. بله الیم کیسی هم پر شود. دو میکنیم در روز جمعه که کیسه ها پر شود. من دو تا خروس 60 سومونی کردم خروس چه؟ نه خروس 60 سومون پس کیشی؟ این هم خروس ها؟ دیکن 60 سومون دست نمونه بعد شما مرغ یکم چسکه ویدیو معقول شود که فکر اندیشه نیک خودتون در زیر کامنتاری ها میگذاره دوستو. حاجی خروس ها چند شدن؟ 160 110 اینه 160 اینه 110 دو تا خروس با بسیار داره خیلی رخونه نه 160 نه 110 نه جنگی نه ویتنام اسکی بیدانو ویتنام مایده خروساش کلون این دوک چند شد آجی؟ 230 سومون این دوکی کلام دسته تو 230 سومون 8 کیلو وزن باشه 230 سومون خریدارو باشه دیگر نسبت کنید تا آخری نوارا 260 8 کیلو گوشت داشته برپیچیدگی اینا چند هم؟ هر یک هر سه 300 اینه 300 ها؟ اینه 250 خروسان همش این دو که نکیم اینه تنستن اینو نکیم چند چو کرانه کو هر دشن این خروس چی؟ خروس چی شما نه؟ یپونچه این خرگوش ها اینه شما خرگوش ها چند چو کران؟ 130 سومون هر دش 130 سومون دوتا ها دوستا 130 سومونی بچه هنگی چه نگار با؟ من حال من خروش شاریم نه اینا شوجت ها چندی شدن؟ هر دش مودن هر دش نه خروسه چند گفتی؟ هر دش 50 سومون انتایی این خروس کیا؟ اکرم دارم اونی شما؟ نه اینی با اینتا چندش کرده بازو؟ 65 سومونی منه خروس 65 سومون کرد ایناش چی؟ اینا موده یا اینه؟ 70 سومون اینش 50 سومون مرغابیو گاز نه گو مرغابی 60 سومون یا تا 60 سومون منو مرغابیو 60 سومونی کرسه منو 60 سومون این بچه سوداگرش این بچه بده 60 سومون این همین تا چندش کرده؟ 100 بنه دسته چی خیسی نداشته؟ موده جنگی خیلی موده در کنه 100 سومونه این ممکنی پرادستی بده است این خروسچه های نکیه؟ نه شما چندی کرده بازو؟ هر یک 60 سومونی من خروسچوجا برای بیموری که اپرات شدگان میتونه خروسچوجا رو خریداری کنه 60 سومونی هر یک تاش
اینا خروسک جوانه کو نه ایری می انا جهانگیر تلابوی اکو میشناسید انا این کسام ایری این کیا این کیا 30 تومان من یاپونچه رو 30 تومان کرد در اینترنت پوپاکدار بوده است یوتیوب کفون امینا جا این بود دوستان بار شما از همین مرغ‌بازار یکمش است که دیدن کردیم. اگر ویدیو معقول باشد حتما فکر و اندیشه نیک خودتون در زیر کامنتاریا میگذارید دوستان. خیلی باقی سربلند و خانه آباد باشه.